سلام بینندگان عزیز، امروز اومدیم یک گزارش از سطح شهر بگیریم که از وضعیت برقایی که میره چطوری، از مردم بپرسیم چطوریه. و الان هم دم پردیس موبایل هستیم، خرید فروش لوازم جانبی و لوازم جانبی با نازل ترین قیمت. خلاصه اگه چیزی داشتین حتما بیان سر بزنید. حالا اینا به کنار بریم مردم بپرسیم چطوریه شرایط. سلام، خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. علیکم سلام. راجع به این می‌خواستم بپرسم که برقایی که میره، خب اگه مثلا رئیس اداره برق جلوتون بود چه حرفی داشتید که بزنید راجعش؟ آنی چت منی خبرش کن. اینجا الان نیست. فارسی صحبت. الان اینجا نیست. آره ایرا بیته من صحبت میکنم. مثلا میگم الان جلوی شما بود چیکار میکردی؟ ما مثلا میگم نمیشه، اصلا نمیتونم توضیحش بدم که ما چه بکنانی چونیکا بکنانی. مثال میزنم اگه جلوی شما بود چه حرفی داشتی بهش بزنید؟ بابا اینطوری نمیشه. نبی بابا تو بسامچینا. خب باشه، مثلا میگم ایشون رئیس اداره برق میشه. آره رئیس اداره برق نه بابا مثال ببین راضی بابا قد